چطوری سرمون کلاه نره؟ سلام. امروز اومدم بهتون بگم چطوری موقع خرید کالا مراقب باشیم کالای تقلبی بهمون نفروشن. برند فقط یک اسم یا طرح نیست که روی کالا نقش می‌بنده، بلکه این پشتوانه رسمی و قانونی کالایی که برای ما اهمیت داره. بیایید بهتون نشون بدم چطوری از اصالت و قانونی بودن یه برند اطلاع پیدا کنیم. کافیه وارد گوگل بشید، در قسمت سرچ عبارت مالکیت معنوی رو سرچ کنید. بعد وارد سایت سازمان ثبت بشید. وارد قسمت خدمات الکترونیک بشید و بعد روی گزینه جستجو در بانک اطلاعاتی کلیک کنید. در این قسمت عنوان برند مد نظرتون رو تایپ کنید. کدی که نمایش داده شده رو وارد کنید و گزینه جستجو رو بزنید. اگر برند مد نظر شما ثبت شده باشه و پشتوانه قانونی داشته باشه، اطلاعات مربوط به برند در این قسمت براتون نمایش داده میشه.